دوستان تو این ویدیو من میخوام یه قسمتی از گذشته خودم رو بگم، بلکه واسه بعضی از افراد که میخوان یا بیزنس خودشون رو بزنن یا اول بیزنسشون هستن یا به هر حال یه ریسکی میخوان بکنن، واسه شون یه حالت اینسپایرشن بشه. ببینید من همیشه از بچگی کار میکردم، خب، و تا سال حدود 2012 13 پیش پدرم بودم. پدرم تو صنعت مثلا فود اند بیفرج هستن و قبل از انقلاب مثلا مدیر هتل کوروش و هتل داریوش شیراز بودن. بعدش که مثلا انقلاب شد دیگه سبک غذا و همه چی عوض شد و رفتم تو کار مثلا پیمونکاری. خب، و من تو اون پروژه مثلا پیمونکاری که بود، مثلا بعضی از پروژه هاشو مثلا برمی داشتم، یا توی بیرونبری که داره مثلا اون موقع مثلا یه مدتی بود اونجا مشغول بودم. خب، و اینو میخوام بگم اون اوائل، چون من این اواخر مثلا پروژه هاشو مثلا مسئولیتشو به عهده میگرفتم. قبلش به عنوان مثلا کارگر تو آشپزخونه کار میکردم، مثلا کف آشپزخونه میشستم، ظرف میشستم. چی شد که از این استاپ رفتم اون استاپ بعدی؟ خب، این بود که من نمیدونم، هنوز 20 سالم هم نشده بود، اولای مثلا آخر مثلا تینیجرم اینا بود. اون موقع یکی از نماینده های مثلا اون رستوران داشت میرفت یه جای دیگه، میخواست رستوران خودش رو بزنه. پدرم دنبال یه نماینده جدید میگشت که بیاد اون رستوران رو بگردونه. من چیکار کردم؟ من بهش پیشنهاد دادم، گفتم که من حاضرم این کارو بکنم، چون که قبلش مثلا من نماینده رستوران نبودم، ولی کنار مسئول خرید و کنار نماینده کار میکردم، قشنگ مسئولیت به عهده میگرفتم. رابطه‌م هم اصلا رابطه پدر پسری تو کار نبود. اینو بگم، رابطه من با پدرم مثلا تو کار من صداش کردم آقای جراحی. خیلی ها به من گفتن همین چرا میگه آقای جراحی، تو مثلا فلانی؟ گفتم یعنی چی؟ اینجا خونه نیست که، اینجا محل کاره. تو کار اینجا ایشون آقای جراحیه. حالا برعکس اوشون مثلا صاحب شرکت بود، من براش کار میکردم، هر کی جای من بود میگفت بابا جون فلان، مثلا میدونی کسای دیگه مثلا از فامیل پیشش بودن لقبشو مثلا صدا میزدن، نمیگفتن آقای جراحی فلان. من یعنی اینجوری مثلا بیزنس از بیزنس، میخواد بالا سرم باشه میخواد پایینم باشه، اینطوری. خب بعد آقا چجوری بود اون استاپو که میخواستم بردارم، که میخواستم مسئولیت رستوران رو به عهده بگیرم، بهش پیشنهاد دادم، گفتم که من میتونم مسئولیت اینجا رو به عهده بگیرم، شرایطش چیه؟ بعد پدرم مثلا ما همیشه مثلا مختصر با هم حرف میزدیم. خب یه اینجوری که گفت شرایطشو باش من بررسی کنم خدمتتون میگم. گفتم باشه بررسی. آقا رفتیم روز بعدش، من اونجا مشغول بودم کنار مسئول خریدار میکردم، صبح زود اینا، شب اونجا میخوابیدم تو رستوران. خلاصه تلاش تکاپو شدید. بررسیشو کرد و بعد گفت که امین بیا دفتر کار دارم. بعد رفتم بالا، گفت امین میخوای رستوران رو بگردون، اشکال نداره، ولی باید 20 میلیون خودت داشته باشی. 20 میلیون اون موقع 20 میلیون خیلی بود. 20 میلیون یعنی مثلا نمیدونم الان پولای تومن چه جوری شده، فکر کنم یعنی 20 میلیارد مثلا. پول مثلا یه سال خرید یه رستوران رو باید داشته باشی، پول اجارهش رو داشته باشی، اینجوری برای خودش بررسی و 20 میلیون تو باید داشته باشی. همیشه واسه من سخت‌ترین شرایط رو میذاشت. آقا فرض کن مثلا من هستم، پسر همسایه‌مونم هست، میخواد مثلا فلان کارو بکنه براش، به من میگه تو باید 5 بار بیشین پاشو کنی این کارو بکنی، بعدش شما هم بیای سوئیچ ماشین بگی برو قربونت برم برو بریم. این برای من همیشه سخت‌ترین مراحل بود. خیلی هم عالی بود، دستشو میبوسم. موقع خیلی ناراحت میشدم ولی الان میبینم دستشو میبوسم. اون موقع گفت باید 20 میلیون داشته باشی. بعد گفتم خیلی خوب، پس من بررسی میکنم خدمتتون عرض میکنم. چی شد بعدش؟ من یه 2 روز رفتم 2 تا 4 تا کردم، مسئول خریدو کشیدم کنار، گفتم که ببین یه همچین فرصتی هست، من شریکت میکنم. خلاصه یه فرمولی چیدم با مسئول خریدم، دمش گرم. اولش و آخرش بهتون میگم. یه فرمولی چیدم باهاش قرار گذاشتم، گفتم بذار امضا کنیم، من هستم. با یک اعتماد به نفس توپی رفتم سر میز. بعد قشنگ یه نگاه کرد، گفت نه خیلی خوب، پس بیا شنبه قرارداد امضا کن و میتونی استارت بزنی. گفتم من الان روش حساب کنم، چون میخوام برم برنامه کارمو بچینم. حرف شما برای من سنده، بگی آره من دیگه شنبه میام قرارداد امضا میکنم. گفت آره اشکال نداره. با اجازهتون من 0 تومن داشتم. الان میخوام اون رازو فاشش کنم، هنوز نمیدونه خودشم. 0 تومن داشتم اون روزی که من کلید رستوران تحویل گرفتم. با اعتبار مسئول خریده، خودم که اصلا بچه بودم، اعتبار چی؟
با اعتبار مسئول خریده و یه چند تا فرمول دیگه که چیده بودیم، حالا شاید دوست داشتین ریپلای کنید که بهتون بگم چی، رستوران رو تونستم بگردونم مثل بنز با صفر. و اونجا مثلا یه کمی من تکون خوردم از نظر مالی، چون کارا رو من قبلا انجام میدادم از 0 تا 100. مثلا اولش من کارگر بودم، مثلا میدونستم از 0 تا 100 چجوری باید انجام بدیم. خب و اونجوری مثلا من یکم پول تونستم جمع کنم. حالا چی شد که من با اعتماد به نفس پدرم حرف منو باور کرد، نگفت مثلا حساب بانکی نشونم بده؟ اینقدر مثلا با قرص رفتم پیشش، فکر میکرد مثلا فلانی از هلند برای من مثلا پول میفرسته. اینقدر مثلا با جور بزه رفتم جلو. بعدها مثلا من فهمیدم داشت با مادرم حرف زدم، میگفت آره این که فلانی براش میفرسته پول داره، میدونم ضررم بده پول منو داده، این اینجوری حساب کردم. چون آره یک کانالی مثلا ما داشتیم، ولی اصلا هیچ ارتباطی من با کسی تو هلند و اینا اصلا نداشتم، یک ذره. سالها. جالب اینجا بود من مثلا ماشین خریدم برای خودم، خونه چند تا خریده بودم تو شیراز، این کارا رو کرده بودم. همه اطرافیانم که من مستقیم باشون ارتباطم ولی کم در ارتباط بودم، ولی مثلا میدیدن، شاهد مثلا من بودن از بیرون، فکر میکردن من یه کانال مالی مثلا از آسمون دارم، حالا از هلند دارم تو شیراز. من در مورد شیراز دارم مثلا قبلا مثلا شیراز زندگی میکردم. خب به این صورت. و میخوام بگم مهمترین مسئله چیه وقتی که میدونی کارها رو انجام میدی، خودت به عنوان مثلا یه نیروی جای مشغول هستی و چرا به اون درآمده نمیرسی، چرا خودت مسئولیت رو قبول نمیکنی، نمیری که مسئولیت رو به عهده بگیری به عنوان حالا یه کارآفرین هر چیزی؟ یه نکته هست فقط، قبول کردن ریسک و اطمینان به خودته. این نکته رو دریابی، تقویتش کنی، میتره کنی. بعضی وقتا مثلا ما خودمون به خودمون اطمینان نداریم، یه نفر دیگه هست که به ما ایمان داره. مثلا خیلی از قهرمانای ورزشی یه نفر بوده بهشون اطمینان داشته، یه نفر بهشون ایمان داشته. مثلا مایک تایسون بررسی کنی بخونی داستاناشو، مربیش بهش ایمان داشته. چرا راه دور بریم؟ مثلا رفیق خودم مثلا وحید روشنی، یه آقا مصطفی بوده بهش ایمان داشته. تو صحبتاش مثلا ما با هم صحبت کردیم، گفت من یه مسابقه خواستم برم، اون به من گفت تو میتونی وحید، تو قهرمانی فلانی. تو صحبتاش متوجه اون بهش ایمان داشته، بهش باور رو داده که میتونی. خلاصه میخوام بگم اون ایمانه خیلی مهمه که باعث میشه ریسکشو بکنی، اعتماد به خودتون.